بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، السلام علیکم. طور که شما میفهمیم یک مریضی بسیار خطرناک در تمام دنیا شروع شد و پخش شد. متاسفانه مثل که اینمی مرض به افغانستان رسیده، شما به تشویش زیاد نباشیم ولی که به جدی بگیرین و احتیاطات بگیرین. مهمترین چیز برای مبارزه با این مریضی نظافت. شما باید پاک باشین. هر وقت که شما فکر میکنین که البته یک چیز چرک به دستتان آمد، باید دستایتان همیشه بشویین و شستن دست بسیار باید یک شستن جدی باشه که البته 20 ثانیه بگیره، از خاطر که باید که از امی ویروس بخی پس کنیم. دست دادن لازم نیست، بغل کشی هیچ نکنیم، نمی بوسیم. این بسیار مهم است چون این مرض از یک نفر به نفر دیگر میره. امرای مردم سلام بتیم رقم که ما همیشه سلام میتیم همیتون، ولی باید که احتیاط کنیم که بسیار پاولوی یک نفر دیگر ایستاد نشویم. البته 1.5 متر 2 متر فاصله باشه. بیرون که میریم ماسک بپوشیم. خوراک صحیح باشه. تمرکز میکنیم سر میوه تازه، سر ترکاری تازه. دما بینشان ویتامین می باشه. بدنتان جانتان قوی میسازد. خاصتا نفرایی که سنشان بلند است، البته از 60 یا 65 سال کلان هستند، اونا باید بسیار احتیاط کنند. با امید که شما صحتمند باشین و که افغانستان ما یک شان مواد بخی از این مرض حالی باشد. تشکر از توجهتان و من الله التوفیق.